بیننده‌های عزیز و ارجمند برمیگردیم با قسم دومی واخوری میانی دسته‌های ریگارتا دست و فایسکند بازی دور 13 چمپیونات مملکت است و با آغاز شدن قسم دوم هم سرمربیان هر دو دسته حکمت فوزایلوف و مسعود نظرزاده یک تغییراتی در هیئت دسته خود انجام دادند. پروخورov قربانov حمله دسته ریگارتا از ادامه میکنند. یک بازیگزاری خوب هم داشتند آنها. حالا ارسالی تو به جریمه دسته فایسکند و فرصت برای فتح‌اللهیف و اهل‌دین حبیب‌اللهیف بسیار سیو خوب نشان میدهد. احسن و دروازه‌بان فایسکند که در یک حالت بسیار ناگوار که در روبرویش بازیگران تیمش قرار داشتند ماس سمت ضربه فتح‌اللهیف را پای برد. به لحظه تکرار توجه میکنیم اینجا بازیگر رقم 18 دسته فایسکند خطا هم کرد و بسیار سیو خوب هم نشان داد دروازه‌بان دسته فایسکند. بوبیف و تو فلوزونی فایسکند امیرجان سفاروف پاس بسیار حمالی به کنار میدان. ارسن اباما در مقابل دو فلوبوس ریگارتا دست و جسور قربانوف قاعده بازی را ویران میکند. ضربه جریمه‌ای در دقیقه 74 دیدار به نفع مهمانان. جریمه‌ای پرتو به جریمه دسته ریگارتا دست و گل حساب شده می شود در دقیقه 75. ژوزف فئومبا توپ را به درون دروازه دلیر عزیزوف روان میکند. واقعا هم در حالت ناگوار ماندند دفاعگران دسته ریگارتا دست و دروازه‌بان امیرجان سفاروف پرتو را انجام داد و ژوزف فئومبا باشد اون را با یک دستش به درون دروازه روان کرد. دو دست به جای فیروز بوبیف هم گفتیم با اسیب بازی کرد. اینجا هفته گل است اگر خطا نکنم یا نه نمیدونم حالا چگونه اینو قبول میکنند. تو با فئومبا رسید به زانوش کمتر رسید ولی بعد دفاعگری دسته ریگارتا دست هم رسیده است. به زانوی ژوزف فئومبا واقعا هم رسید توپ و بوبی ویواز شد و امینجان